سلام خدمت دوستان عزیز. ما امروز روز سومیه که میخوایم به اصطلاح دوا درمون کنیم این حیوانو، اما از اونجایی که این وقتی آزاده بازی نمیذاره ما مجبوریم ببندیمش، یه 10 دقیقه ببندیم، چون هر موقع کرمو میزنیم این شروع میکنه به چی؟ خوردن. ببرم بعد حیف هم اصلا 50-60 تومن پول کرمشو دادیم، این چون اذیت میکنه بعد سوزش داره دیگه کرمش. سب کن تازه باید ببند، یه پاشم اینجوری بگیری. حالا روز اول خیلی جیغ زد اما خب ما این کار رو بخاطر خوبی خودش میکنیم. این کرم باعث میشه که به اصطلاح چی؟ سب کن سب کن میرم نگاه ولش کنی تمومه. حیفم از این کرم برای زخمشه، بالاخره تا اثر کنه یه 10 دقیقه دکتره گفت باید این کرم اینجوری زخمش باشه. حالا خوبه الان زیاد چیز نمیده. خب یه 7-8 دقیقه گذشت. خسته شدی لیو؟ آره اب نداره، برای خودت دیگه، چون نگاه گردنش حیوان بسته است به این جوری که گردن نرسه. این الان ولش کنی یعنی درجا میخواد بخوره. ببینم نه ترس، نگاه ببینی الان فکر میکنه خواهم اسپره بزنم دوباره. دیگه داره خسته میشه. خب آخه این باید باشه دیگه، دست نزنی ها. همین الان برگشت داشت میخواست بخوره، باید طاقت بیاری دیگه. اگه میخوای خوب شی باید خسته شدی اب نداره. به جاش امشب واسه آقا لئو چون کرمش زدیم نگاه کنید براش اسکلت که نیست، اینا دنده است، دنده گوسفندی براش گرفتم، براش آب پز کردیم. به چه بخاری، یه دونم نونبربری کامل، آبگوش داره، آبگوشت دنده گوسفندی. خدایی یک بوی گوشت گوسفندی تو خونه پخش شده. نگاه چقدر فقط گوشت داره. 10 دقیقه تموم شد. حالا بازت بکنم. نگاه الان تو بازش بکنی سریع شروع میکنه به خوردن. نری دوباره چیز کنی ها، صبر کن. بیا نگاه رفت. بیا برات غذا آوردم، بیا. نگاه آب گوشتی داری. خداییش نگاه اوف. چقدر غذا همه. نگاه دنده گوسفندیه. یه تست بزن. داغه. آره خوشمزه است. نوش جان. آها میبینی؟ عاشق گوشت و گوسفند و گوساله و خب کرمش هم زدیم، آمپولاش هم تموم شد. برو که بریم. خوشمزه است؟ عاشقه بابا. مگه میشه شما سگ گربه پیدا کنید دنده گوسفندی نخوره؟ اون داغ بود، الان داره سرد میشه. نگاه خوشمزه است لئو؟ دوست داری؟ تا صبح میخوره. حیوان یه عادتی داره اینو میخوره. الان یه تیکم برد اونجا انداخت، همون بغل موتور رو چمنا. دوباره میاد ور میداره میبره، اضافه باشه قایم میکنه زیر خاک. خصلتشه دیگه. خلاصه حال میکنه امشب. دنده گوسفندی و برو واسه خوده.